هر شخصی که مسلمان است یعنی که اعتقاد و باوری داره به الله، به ملائکه های خدا، به کتاب های خدا، به پیغمبرای خدا، به روز قیامت، به زنده گشتن بعد مردن و اینکه تقدیر نیکی و بدی در دست پروردگار است. اصل ایمان هم نیاید. هر کسی به همین اعتقاد داره او مسلمان. مسلمان دو نوع می شود: مسلمان صالح و مسلمان فاسق. مسلمان صالح مسلمانی را میگن که طاعت و عبادات خدا را انجام میده، مقصد عملش عملی خیره. اما فاسق کسی را میگن که مرتکب گناه است، مخصوصا مرتکب گناه کبیره، که مقصد شاید نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، شراب مینوشه، اما مادام که ایمان به خدا و روز قیامت داره او مسلمان است. مسلمان است، این جای شک نیست. اما ولی اسم متفق علیه است از حضرت ابوذر غفاری، میگه که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و علیه ثوب ابیض و هو نائم. نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومده، میگه حضرت در بدنش لباسی سفید نازنین خوب است، دلم نشد بیدارش کنم. میگه برگشتم ثم اتیته فقد استیقظ. بعد چند میگه اومدم که الک خیست. من میگه حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات علی ذلك الا دخل الجنه. هر بنده ای که اهل لا اله الا الله است، باور داره، یقین داره به همین ایمانیات، اگر به شرطی که به همون باور یقین از دنیا که گذشت جنت میره. و حضرت ابوذر میگه من سوالش کردم و این زن و این سرقه اگر چند زنا و دزدی هم کرده باشه یا گناه کبیره، حضرت گفت و این زن و این سرقه اگر زنا و دزدی هم کرده باشه، میگه تعجب شدم، باز سوالش کردم و این زن و این سرقه اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه، حضرت باز تکرار کرد و این زن و این سرقه. باری سیم با گفتم یا رسول الله و این زن و این سرقه اگر چند زنا و دزدی هم کرده باشه، حضرت گفت و این زن و این سرقه علی رغم انف ابی ذر. بله اگر زنا و دزدی هم کرده باشه، اگر چند ابوذر نمیخواه که خداوندی را ببخشه و جنت برش، نه که اگر حقیقتا مسلمان باشه روزی میشوه که نجات مییابد داخل جنت میشوه. اکی معنوش این نیست که پریمای بروه. مسلمان های هستن که مدت ها عذاب میکشند، در دوزخ انداخته میشوند، اما حتما روزی میشوه که انشالله خدای تعالی جنت شو میبره اگر حقیقتا ایمان داشته باشند. میگه حضرت ابوذر غفاری همه حدیث هم گفته است، در آخرش میگفته است و این زن و این سرقه علی رغم انف ابی ذر و این رغم ابوذر. اگر چند از ابوذر مقصد که سرکشی را بکنم نخواهرم، خدای تعالی مقصد که همون میبخشید استش داخل جنتش میکنم. مقصد که اگر مسلمان باشه، اگر به همین بیماریایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که صاحب این بیماری شهید میشود، مبتلا شود و از دنیا بگذره، حکم شهادت هم میگیره. در صحیح بخاری اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که الشهداء خمس، شهیدا 5 نام میشود. مطعون، آدمی که یگان ضرب زخمش دادگیم به شمشیر، به آهن، به تیر. مبتون، آدمی که به بیماری های داخلی میبره. این مبتونش به حد وسیع است. همین زن حامله شروع کردگی و همین کسری های پناس و وبا و این همین کرونا ویروس و ویروس ها و همه همین را در بر میگیره. اگر مبتون همین بیماری ها خطی مسلمان بره. من میگه والغریق، شخصی که در آب غرق میشود، مسلمانی که در آب غرق شود. و صاحب الهدم، چهارمش شخصی که در زیر انبار خاک میمونه، در یگان چی بولوش در چپه میشه مقصد. و نهایت پنجمش میگه و شهید فی سبیل الله، شخصی که در راه الله شهید میشود. شخصی که به خاطر دفاع مثلا از خانه و در شهید میشود، از وطن شهید میشود، به خاطر مال و ثروتش میکشندش، به خاطر ناموسش میکشندش. همه آدما شهید فی سبیل الله هستند. اگه این شهید حقیقی همی ای اینا نمیشوند.
اگر به شرطی که تبوبت نگرفته باشه استراحت نکرده به همون زخم ها مرد اون دیگه نمیشونن شما هم میگیرن گروش میگیرن اما او 4 طایفه پیشینه ایده که گفتیم که مطعون و مبتون و غریق صاحب الحد اونو رو حتما میشون اونو شهید حکمی هن مسلمان که باشه ایشالله درجه میبره هیچ جای شک شبهه نیسته در این مثلا از همون خاطر خشاب به حال کسی که ایمان داره چون که ایمان بوده باشی زنده ای چون که با ایمان روی پاینده ای واقعا از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین موضوع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث های زیادی اومدگی صحابه ها روایت میکنن حضرت جابر ابن عبدالله میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که من موت و هو یعلم انه لا اله الا الله حضرت میگه گفت ثنتان موجبتان 2 چیز واجبن حتما میشون ثنتان موجبتان بعد میگه پیغمبر خدا را سوال کردن که یا رسول الله من موجبتان چی چیز است که حتمی انجام میوبه گفت من موت و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من موت و هو لا یشرک بالله دخل الجنه کسی میبره در حالی که به خدای تعالی شرک نمیاره داخل جنت میشه و من موت یشرک بالله شیئا دخل النار هر کسی که شرکی به خدا داره و مرد به شک شبهه و داخل دوزخ میشه اینجا دیگه یکون شک تردید نیست از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت است که میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که من قال لا اله الا الله من موت و هو یقول لا اله الا الله دخل الجنه در روایت عباده ابن صامت اومده است که من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه النار کسی گواهی میده که نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده بر حق او است این آدم خدای تعالی آتش جهنم در بدنش حرام میگردونه آتش جهنم او را دیگه میسوزته میکنه یعنی خیلی روایات زیاد است نعمت نسبت کسایی که ایمان دارن اما معنای این نیست که خیلی انشالله ایمان دارم کو خدا خودش دانه که چند کم میسوزونند چند کم میپزی در همینجا در همین تابستان 40 گرادوس گرمی میشه جای گریز میکوبی و یه بچه در اون میلیون ها گرادوس سلسیوس خدا خودش دانه چند که عذابت میتن یک لحظه طاقت کردن نمیشه مردی واقعی باید ایهاز آمادگی شو بگیره و تیار شود باید عبادت کنه اگر چنده که لا اله الا الله مفتاح جنت است کلیت جنت های نگی دندانه هاشن همی نماز های روزه های حج های زکات های به ای در جنت باز نمیشه مسلمانی مثال خانه ایدان که بنیادش بود بر 4 ارکان همان 4 رکن که از آن دین را ثبات است نماز و روزه و حج و زکات است به ای نمیشه واقعی بخودش یک حوالی داره حوالی یعنی کمک کننده دستگیر ادیوتانت من ادیوتانت من از وایده در همه کورمی دستش پیشی بر حضرت چی فرمانه میداد دستش برداشتگی بود من کی فلان کورا میکنم من کی فلان کورا میکنم من همین خبیب ابن عدی هم در دور کشکول بوده است و حضرت گفت که ایکم یحتمل اخاه من خشبتی و له الجنه کدامت گفت هم برادر ای چوب میگیره ای چوبی دور که خدای تعالی داخلی جنت کنه یعنی پروپس که جنت همجا آویزان ای کی میگیره و همین زبیر ابن عوام پرید خیست گفت انا یا رسول الله و گفت خود طاقت نمیتونی گوه نمید برادر مقداد ابن اسود هم گفت خطی میروا رفیقش بده است نه پرسید او را که تو چی میگوی چی نمیگوی گوه هم مقداد ابن اسود خطی میروا این هم پرید خیست این دکست شاه سوار بودن و قول امروزه چواندوز یا دویم اسب داشتن همه داروگی را داده و اسب گرفته بودن اسب جنگی داشتن هم در جنگ بدر هم همگی مسلمان ها در اسب داشتن یا تش اسب زبیر ابن عوامه یا تش مقداد ابن اسود به اسب نبودن یا دویم همه اسب خطی بودن و حضرت میگه اومدیم در
در تنعیم همون جایی که مسجد بیبی عایشه هست کو همونجا دور کشیدگیان حضرت طرف کیه؟ مشرکو این خوبای ابن عدی در جنگ بدر به حد سهیم بود بسیار جنگی سخت کرده یک شخصی را به نام حارث ابن عامر کشته بود انا فرزنده و برادر حارث ابن عامر و پلی کلان او را از مشرکا خریدند وقتی اسیر رفتیده بود که در عوض خونی مقصد هم پدرمون بکشیمش بعد هم تنعیم دورش کشیدن حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مدت طولانی همونجا آخی بگو 40 روز اویلون بود است حضرت گفت کی میره و هم برادری مسلمان همون شهیدی روی خدا را آزاد میکنه به همیده نفر دور طلب شدن اومدن میگن که در گردش اخرانه یکی ما بود و یک اون کس نکنه نگیرش گفتن اصلا همین مسلمان ها یک افتخاری بزرگ دارن که یکون کس همین دعوا را غیر مسلمان ها کرده نمیتونه مسلمان مرده را میگرونه من مرده را که یک فرق نداره مرده مسلمان مرده کافر تای خاکش میگرونه این علاوزنی در مسلمان ها نیست در مسلمان ها مقصد که این در آب انداختن و همین تا در بیرون دنگ اندازن نیست همین انسان هر کسی باشه کرامت شرافت داره در دید اسلام ولقد کرمنا بنی آدم خداوند میگه ما فرزند آدم هم مکرم خلق کردگی اونم یک کرامت یا شرافت داره همین حضرت تاکید میکرد که مبادا استخوان مرده را نشکنه بسیاری اون مرده هم زمانی مشرکی بود میگه کسر عظم المیت که کسره حی شکستن استخوان میت میشه یعنی شکستن آدم زنده های خیلی که همین جنایت های انا مرده هم اگر استخوان وقت شکستی جنایت میشه باید که مرده گرونده شود ولی فیلم مشهور فیلم انگلیسی تریپ پیرا همیده دیدگی هستی؟ نه این همین عصری 19 انگلیا را نشون میده انگلیا اون زمان گیگمون بود دولت بقوترین دنیا بود همه مستملکه انگلیا بود ایش هندوستان و این طرف مصر و مراکش و همه همون منطقه افریقا همه انا یک گروه سربازای انگلیس سرباز هم نیر افسرو مقصد مکتب عالی حربی را تمام میکنن همین ویپوسنوی بالدایی که پویسترشو میتن که باید که برین کمک لازم های همون گارنیزون انگلیسو در طرف مراکش سودان در یک وضعیت بسیار وخیم گرفتار شده بعد داوطلبا میروند در بینشون یک نفر ای همه فعال اعلوچی ای همه چقان تیرزنی بهترین همه اتکاس کردو زنگی را یک عروس دیگه افتادگی او من نمیرم من دیوانه میرم جان در عذاب مونده نمیرم اگه این برای اونو رو زپدلا بوده افیچر ای رفتن جنگ اتکاس کنم بعد همون رفیقش همون چیزش میتر او یک عده داشتیم برای اظهار کردن نفرت برای اظهار کردن پستی آدم همین مثال یکون کتاب بفرستادن یا یکون مکتوب بفرستادن در دوری همون کنورت یک پر میموندیم همون پر معنیش که تو مرغی دا تو مرغی غیرت نداری تو به غیرتی بیچاره را با همون دختری که عروس شای باید بگیره همون را رویش میکنه اگه این شستن این یا راه داشته باید کارنمایی کنی و در همون میدان جنگ با هر قدمش همون چیشا برگردونی بتی من همین شستن گنو فقط همی تبده است با این دیگه همه ایگو تفتگی هم بسیار یا وضعیتی نگو ردی معرکه شید است و خودش میویا افریقا در کشتی سوار من اونجا بدلی خود یک رهبلد میویا من میگه سودان بر همین سودان بسیار مردمی هرخیله داره نصرانی هم داره مشرک هم داره مسلمان هم داره ارالش هم مردمی سودان سیاه پوستن زبانشون زبان عربی هست میگه نه همون نشون میتوخ مقصد اومده است در راه که کرونا غارت میکنن همه مول خولا میگیرن این هم میگنش نیم کشته مردگی گویا دارم بین بیومون
یک همتاری زنگیه که مسلمان های همون دیلش به همین میسوزه و میگیرش قدیش از شتر بورش میکنه میومده قصه کوتاه و همین چند مدت های پشتش میپویم تو کسوفت انگلیسی چی با انگلیسی رو میبینی به جو میشه تو شپیونی با میفهمونش بگم من شپیون نیستم من باید همین مقصد که حقم ادا کنم دیگه ایلاج دیگه ندارم اگه گپ دروز های قصه کوتاه همین یک تا همون آدمایی که پرش داده بودن که همون را در ناگوارترین وضعیت جانشون ای مرگ خلاص کرده و همون را تسلیم کردن میگیرن و هم یک حالت های یک جوده لباس انگلیسی را پوشیدن انگلیسی را کشتیان که لباس های همون انگلیسی در تنش و اسب دستور اومده ایستن انگلیسی خیال میکنن که با کمک ما اومده ایسته ای گروه مکه مکرمه مسلمان ها در خونه ارقم ابن ابی ارقم جمع اومدن آمدن شیشتن حضرت نیست و از عبادت هم اونجا میکردن حضرت می اومد قطعشون صحبت میکرد از حلال و حرام آگاهشون میکرد همین وقت یک کسای بیرون داد زد گفت محمد صلی الله علیه و سلم و کشتن همین وقتی که شنید همین زبیر هم خونه داره وقتی شنید که گفتن محمد کشتیان همین پرید با دو خونه شو اومد و شمشیر را گرفت و حرکت کرد طرف همین دور و ندوه اومد است همون جایی که مجلسگاه و جای نشست یا سر و سر کرده های قریش های همین با شست اومده است بود که حضرت صلی الله علیه و سلم خوبیلش بر اومده گفت یا زبیر کجا سر و سیمه شمشیر بد است گفت یا رسول الله اوزش شما را کشتن من قصاص گیری رفتیستم خود توقع گفت قسم به الله تو تا آخران قطره خون میزدم شو خورد و بزرگ شد بعد حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت زبیر را گفت که این الله تعالی یقول اقری منی علی زبیر سلام میگه خداوند متعال به من گفت که از نام من به زبیر سلام برسان الله یک رئیس سلامت میگه شادی را چی میشه خدای بزرگ میگه که از نام از من به زبیر سلام برسان و بشره ان الله تعالی اعطاه ثواب من صلى سيفا في سبيل الله منذ بعثت الى ان تقوم الساعه بشارتش بده خداوند متعال ثواب هر کسی را که به خاطر الله شمشیر کشیده است در نامه اعمالش ثبت میکنه من غیر ان ينقص من اجورهم شيء از حساب اونا نه اونا ثوابشون نمیگیرن اما به همون مقدار خدای تعالی برای زبیر هم مقصد هدیه دادن میگیره لانه اول من صلى سیفا فی سبیل الله اول شخصی که به خاطر الله شمشیر کشیده است زبیر ابن عوام این مردی این تربیه مادر را ببینه که چقدر مهمه همین باید که سعی تلاش کنیم فرزند تربیت کنیم بلندشتر باشه فرزند یک چیزی عادی نبینیم خیلی که شید نشید میروه رسیت خور میکنم یا نه سعی کنیم که یا مسلمان بشه که آبرو و عزت همون دیگه یا مسلمان باشه که مقصد که پدر و مادر از نامش افتخار کنن خانم از نامش افتخار کنن خوب در جدای صنعت باشه و خوب در جدای علم باشه و خوب در جدای شریعت در هر راه جدای نباشه باید که همین حق نباشه جوان مرد تربیت کنیم انشاءالله اگر بکنیم همون فرزند آبرو و عزت دنیا و آخرت میشه. اگر نکردیم وای بخور